شخصیت چنگیز خان. وقتی که ما نام چنگیز خان را می گیریم، خونخواری های آن پیش نظر ما می آید. البته ایمپریای بزرگی که او تشکیل کرد از شرق تا غرب، این سرزمینی کم نبود. همه این را چنگیز خان کرد. امروز ما درباره شخصیت این شخص تاریخی یعنی چنگیز خان خواهیم گفت. ما به دوران کودکی چنگیز خان برمیگردیم. در زمانی که او کودک بود، در جای آنها هر یک قبیله به خود راهبر خود را داشت، یعنی در شکل قبیلگی زندگی میکردند، قبیله به قبیله، نه اینکه یک کشور واحد. وقتی که چنگیز خان 9 ساله بود، پدرش را از قبیله دیگر یک شخص به قتل میرساند. در این قبیله ها همین خیلی رسم بود که اگر که پدری همان عائله نابود میشد، آنها را از قبیله اخراج میکردند. چنگیز خان مادرش و برادر کوچکش را هم از اینجا پیش میکنند. همین زمان ها که چنگیز خان 9 ساله بود، آنها بی سرپناه ماندند. از همین جا او به شکار مشغول گردید برای روزگذرانی. وقتی که او به سن 10-11 سالگی می رسد، یک شخص جنگجو می شود. او نه تنها با شکار، حتی با ماهیگیری هم شکم برادر و مادر خود را سیر می کند. یک روز چنگیز خان به شکار می براید. غیر از 2 ماهی کوچک چیزی به دست نمی آورد. به خیمه می آید. برادر کوچکش یک ماهی را از گرسنگی خامخا می خورد. از این کار چنگیز خان به خشم می آید و تیر را در کمان کرده برادرش را می پراند. در نزد مادرش به قتل می رساند. آن وقتها 14 سال داشت چنگیز خان. سال 1206 چنگیز خان قبیله های پراکنده مغولستان را به هم می آورد و خود خان مغولستان می شود. او با واسطه تجارت می خواهد مناسبت خود را با همسایگانش درست کند، گرم کند. در این سیاست خارجیش چنگیز خان با خوارزمشاهیان مناسبتی بد پیدا می کند، یعنی میان آنها نافهمی ها و جنگ رخ می دهد. با همین لشکرکشی های چنگیز به قسمت آسیا آغاز می شود، آسیای مرکزی و دیگر کشورها. با همین چنگیز خان 10 میلیون نفر را از دولت خوارزمشاهیان به قتل می رساند. در نیشاپور 1.7 میلیون نفر را به قتل می رساند در 10 روز. چنگیز خان در سرزمین های چین، خیتای هم خرابی های زیاد می کند. پس از ضبطکاری ها و کشورکشایی ها و خونخواری هایش در سال 1227 وفات می کند. امروز قبر آن در مغولستان است، ولی کسی نمی داند در کجای مغولستان. قبر او را با اسب ها هموار کردند تا پیدایش نکنند. پس از مرگ چنگیز خان سرزمین های ضبط کرده او را پسرانش صاحب می شوند، یعنی او این سرزمین ها را به پسرانش تقسیم می کند. بعدها در سرزمین های ضبط کردهش پسران و نبیرگانش حکمرانی می کنند.